مردم دربارشون اطلاعی ندارن. مثلا وقتی شخص تنهاست، شیطان بیشتر وسوسه‌اش میکنه و سعی میکنه اون شخص رو به سمت گناه بکشه. همونطور که گفتن آدم تنها دوست شیطان. درستی این گفته وقتی معلوم میشه که ببینیم آدم‌های تنها گرایش بیشتری به ارتکاب جرم، یعنی تمایل به خودکشی و انجام جرم‌های مختلفی دارن. به همین خاطر باید مواظب باشیم تا زیاد تنها نمونیم. پیامبر اسلام مخصوصاً توصیه کردن که تنهایی سفر نریم. تو حدیثی درباره سفر موقع شب اومده که اگه مردم میدونستن که تنهایی سفر کردن چه اشکالاتی داره، هیچ وقت تنهایی به سفر شبانه نمی رفتن. دوستان، ممنوعیتی که تو این حدیث بهش اشاره شده به معنی حرام بودن سفر شبانه نیست، چون پیامبر اسلام بعضی از اوقات به این موضوعات